دادگاه شهر وحدت محمدی سعیدوف ساکن دهه زرگر جماعت دیوت به نام عبدالوصیف را برای پختن دو دیگ اوش در مراسم چلی همسر مرحومش جریمه بسته است. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز 1 اپریل سال 2023 در شرح این قضیه گفت شهروند سعیدوف محمدی مخصومویچ برخلاف طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل نموده صحنه 22 ینور سال 2023 از ساعت 08:00 دقیقه تا ساعت 11:00 دقیقه در روز یکشنبه در خانه استقامتیش واقع در جماعت دیوت عبدالوصیف دهه زرگر شهر وحدت در دو دیگ تمام اوش تیار نموده هنگام گذراندن مراسم چلی اویلش به اشتراکداران مراسم ضیافت داده است. داستانی یادآور شده است که طبق طلبات بند 2 ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان مراسم 340 و سال به حساب چاروا و دادن طعام گذرانیده می شود. داستانی شهر وحدت نسبت به سعیدوف بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قانون تنظیم پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز نموده به دادگاه ارسال نموده است. با قرار دادگاه شهر وحدت سعیدوف به جوابگری ماموری کشیده شده است. داستانی کل نگفت که سعیدوف را چقدر جریمه بستند، ولی قسم یکم ماده 481 برای ویران کردن قانون تنظیم از جانب شهروندان عادی همچون جزا جریمه به اندازه 110 نشان دهنده برابر 7480 سامانی را پیش بینی می کند. قبلا همین دادگاه شهر وحدت ساکن دهه لچک جماعت چوینگرون ایدبک سعیدوف را برای در مراسم چلی برادرش در دهه لچک تیار کردن یک دیگ اوش جریمه بسته بود. داستانی کل گفت در پی این داستان شهر وحدت نسبت به ایدبک سعیدوف بر اساس قسم اول ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کرده با قرار دادگاه شهر وحدت نسبت به سعیدوف جزا در نمود جریمه به فایده دولت تعیین کرده شده است. قانون تنظیم و رسم و آیین که سال 2007 در تاجیکستان قبول کرده شد، سال 2017 طلبات آن باز هم شدیدتر کرده شد. از جمله قانون‌های بحث برانگیز در این کشور به شمار می رود. مقامات می گویند قانون تنظیم امکان داد که اهالی خراجات بیهوده را برای معرکه‌های توی خدایی کم کرده پسنداز خود را برای کارهای مهمتری چون ساختن خانه، تامین پول تحصیل فرزندان صرف کنند. اما حامیان حقوق می گویند قانون تنظیم برای دست دراز دخالت دولت در حریم حیات خصوصی مردم شرایط فراهم آورده و برخی بندهای آن به مثل منع دعوت دوستان به جشن زادروز یا محدود کردن شماره میمانان و با مقامات موافقه کردن تعاملنامه توی معرکه ها در زمان معاصر از یک طرف خنده‌آور می نماید و از طرف دیگر نقض روی راست حقوق انسانی ساکنان به شمار می رود.